فرق الله تعالی و 14 معصوم از دید آخوند. 14 معصوم که پیغمبر اکرم اول آنهاست و حضرت مهدی آخر آنهاست، بین ائمه اطهار و 14 معصوم هیچ فاصله‌ای بین اونها و خدا نیست. نمیخوایم بگیم خدان، کسی حق نداره بگه اینا خدان، ولی مشیت الله هن. یعنی وقتی یکی به امام حسین میگه حسین جان مریض ما را شفا بده، نه اینکه امام حسین به خدا بگو که شفا بده، خود امام حسین امرالله، چون روحا من امرنا نزد این بزرگوار هاست. لذا هر چرا که 14 معصوم اراده کنن همون اراده خداست، چون اینا به تمامیت حقیقت عبودیت رسیدن. بینندگان محترم، مشاهده نمودید که این آخوند رافیزی پرده از نقاب تقیه برداشته و کفرگویی می کند. او الله تعالی را تابع و زیر فرمان معصومین و آنها را حاکم بر الله تعالی می داند که هرچی آنها خواستند باید الله تعالی انجام دهد و بر این تصریح دارد که باید مستقیما امام حسین را دعا کرد و از او خواست که برایش شفا دهد. و این دیدگاه فردی این آخوند نیست، بلکه نمونه‌های بیشماری دارد. چنان که آخوند الله یاری هم به این امر اذعان نموده و میگوید: من از خود ابوالفضل میخوام که مریضی مرا شفا بده. من از خود حضرت ابوالفضل علیه السلام میخوام که من پول بده، مال دنیا بده، زندگی من برکت بده، طول عمر بده. از خودش هم میخوام. عطا اینها عین عطای خدا هست، چه از اینها بخوایی چه از خدا. اما هستند آخوندهای دیگری که تقیه می کنند و وقتی به آنها گفته شود که خواستن از غیر الله بنا به فرموده های قرآن کریم شرک است، می گویند ما از ائمه مستقیما نمی خواهیم، بلکه آنها را وسیله به درگاه الله متعال قرار می دهیم. ولیکن آخوند دیگری به صراحت می گوید که خدا 14 خدای دیگر مثل خودش آفریده است. به این کلیپ توجه نمایید. خدا 14 تا خدا مثل خودش خلق کرده که مثل او اند. خدا 14 تا خدا مثل خودش خلق کرده که مثل او اند. فقط یه فرق با خدا دارن، اونا خدا نیست، مخلوق خدان، چون خدا خلقشون کرده. و الا حسین ابن علی یعنی علم خدا، نه یعنی حسین و علم. حسین ابن علی یعنی تمام علم و قدرت و احاطه و سلطنت و ولایت الهیه که در نظام خلقت جاری. الله متعال می فرماید: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. و اینان یعنی مشرکین غیر از الله چیزهایی را می پرستند که با آنان زیانی نمی رسانند و سودی به آنان نمی بخشند و می گویند اینها میانجیهای ما نزد الله هستند. بگو آیا الله را با آنچه که در آسمانها و زمین نمی داند خبر می دهید؟ او پاک و فراتر است از چیزهایی که با وی شریک می سازند. و می فرماید: الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا
فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب کفار. بدان که پرستش ناب از آن الله است و کسانی که به جای او دوستان گرفته اند و میگویند ما آنان را پرستش نمی کنیم مگر برای آن که ما را به الله نزدیک گردانند. الله میان ایشان درباره چیزی که در آن اختلاف می‌ورزند داوری خواهد کرد. بیگمان الله دروغگوی ناسپاس را هدایت نمی کند. اما آنچه این آخوند بدون تقیه به آن اذعان دارد این است که از لحاظ قدرت و تصرف کونی و استحقاق عبادت فاصله و فرق در بین الله متعال و 14 معصوم نیست. آنها همه آنچه را دارند که او دارد. الله متعال می فرماید ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. آیا خدایانی از موجودات زمین را به خدایی گرفته اند که ایشان را برانگیزند؟ اگر در آسمانها و زمین غیر از الله معبودها و خدایان وجود داشت قطعاً آسمانها و زمین تباه می شدند. پس پاک و منزه است الله پروردگار عرش از آنچه بیان می کنند. این آخوند بیخبر از قرآن نمی داند که اراده و مشیت مطلقه تنها از آن الله متعال است. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. در حالی که نمی توانید بخواهید مگر آنچه که الله پروردگار جهانیان بخواهد و مشکل کشا هم تنها او تعالی است. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا ما تذكرون. آیا معبودان شما بهترند یا آن ذاتی که به فریاد درمانده می رسد؟ هرگاه او را به کمک بخواهد و سختی ها را دور می کند و شما را جانشینان در زمین می سازد. آیا با الله معبود به حقی هست؟ شما بسیار کم پند می پذیرید. و شفا دهنده هم فقط او ذات بی نیاز است. چنان که الله متعال از قول ابراهیم خلیل علیه السلام حکایت نموده می فرماید وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. و چون بیمار شوم پس فقط اوست که مرا شفا می دهد. پس ای بیمار دلان اسلام ستیز از الله متعال بترسید و به جای خرافه‌گویی به قرآن رجوع کنید تا بدانید که فرق زیادی است در بین خالق و مخلوق، عابد و معبود، بنده و الله، و اینکه ائمه علیهم السلام بندگان نیک بیش نیستند و شامل در من دون الله می باشند. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. همانا کسانی را که جز الله می‌خوانید بندگان مانند شما هستند، پس آنها را بخوانید و باید شما را اجابت کنند اگر راست میگویید.